متهم هر وقت لباس سفید تو بهش میدی میگی مامان اینو بشور، میاره صورتی بهت تحویل میده. وقتی بهش میگی مامان این لباسه که سفید بود، میگه ای وای حالا حواسم نبود یه دونه جوراب قرمزم وسط لباسا بود. متهم همیشه لیوان چای و دمنوشش تو اتاق ردیفه، مامانش باید بره از تو اتاق لیوان چای و دمنوشش رو بیاره بشوره. متهم هر وقت که میپرسه چه غذایی دوست داری بعد درست کنم و منم بهش میگم، فردا میره و همون غذایی که خودش دوست داره رو درست میکنه. متهم هیچ وقت لباساشو تو کمد نمیذاره، یا رو تخته یا رو مبله. از مبل میره رو تخت، از رو تخت میاد رو مبل. متهم وقتی باهاش دعوا میکنی تا 2 ساعت بعدش زیر لب داره حرف میزنه و قر میزنه و دعوا میکنه. متهم همیشه ادعاش میشه که داره کار میکنه و مستقله، ولی آخرش تهش برای هزینه‌هاش پیش من میاد. متهم همیشه سر رگال لباسای منه و همیشه هم لباسای منو میپوشه، ولی وقتی که میخوام خرید کنم لباس بخرم میگه ای وای این همه لباس برای چیته تو که این همه لباس سر رگال داری؟ متهم صبح که بیدار میشه اصلا باهاش نمیشه حرف بزنی، خیلی بد اخلاقه. تا یه ذره با متهم گرم میگیری فرداش میبینی تو برنجت زیره است، توی چایت زنجبیل هست، تازه تو خورشتت هم یه سبزی ناشناخته است. متهم فکر میکنه اینجا هتل 5 ستاره است، شام و نهارشو میخوره میره تو اتاقش، تا شب بیرون نمیاد موقع شام. هر وقت یه وایس مهم دارم همون موقع متهم از ته آشپزخونه داد میزنه میگه با منی؟